مداد اون بالا میاد. میبینید شما داخل لانگ ویدیویی که بالای 1 دقیقه 2 دقیقه عکس مداد رو میزنید. عکس مداد رو که زدید، نه این اسم شورت خانم، شورت احتمالاً اجازه بدید 2 دقیقه گفتم برو اینجا اینو بزن، ویرایش ویدیو رو بزن. تازه الان درست شد. ویدیو باید عمودی باشه. بچه‌ها ویدیویی که میخواد لانگ باشه افقی باشه. شما ویدیوهاتون چرا ایستاده است؟ ویدیوهای لانگ باید هوریزونتال، باید افقی باشه، ورتیکال نباید باشه، افقی، لندسکیپ باشه. یه لحظه وایس من خودم موبایل خودم نشون بدم. بچه‌ها نگاه کنید.